سلام دوستان، امروز میخوایم وارد دنیای هیجان انگیز موتورهای دو زمانه بشیم. همون موتوری که سبک و پرقدرته و تو موتورسیکلت ها، قایق ها و ابزارهای دستی حسابی به کار میاد. میخوایم بدونیم این موتور چطوری کار میکنه، چرا تا حالا محبوب بوده و چطور با فناوری های جدید دوباره زنده شده. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. موتور دو زمانه یکی از انواع موتورهای درونسوزه که خیلی جاها ازش استفاده میکنن، مخصوصا تو موتورسیکلت ها. توی دنیای مهندسی مکانیک موتورهای درونسوز مثل قلب صنعت حمل و نقل و ماشینالات حساب میشن. از وقت کارل بنز اولین موتور بنزینی رو تو سال 1885 اختراع کرد، این موتورها مسیر طولانی رو طی کردن. حالا موتور دو زمانه و چهار زمانه دو شاخه اصلی این مسیر هستن که هر کدوم بر اساس اصول ترمودینامیکی نیازهای مختلفی رو جواب میدن. موتورهای درونسوز از مدل‌های بخار اولیه اومدن تا موتورهای بنزینی و دیزلی و امروزه با تمرکز روی کارایی، کاهش آلایندگی و ترکیب با فناوری‌های برقی به سمت موتورهای هیبریدی دارن میرن. طبق گزارش‌ها استفاده از موتور دو زمانه تو کاربردهای سبک و پرقدرت هنوز داره زیاد میشه، مخصوصا امسال که چالش‌های زیست محیطی باعث شده نوآوری‌ها تو این حوزه بیشتر بشه. اما موتور دو زمانه چیه؟ موتور دو زمانه یه نوع موتور احتراق داخلیه که توی چرخه کامل فقط دو مرحله رو طی میکنه، برخلاف موتور چهار زمانه که 4 مرحله داره. این طراحی ساده موتور دو زمانه رو تبدیل کرده به گزینه عالی برای جاهایی که وزن کم و قدرت بالا مهمه. خلاصه بگم، موتور دو زمانه با استفاده از پیستون متحرک همزمان هوا و سوخت رو فشرده میکنه و گازهای سوخته رو تخلیه میکنه که باعث میشه موتور سریعتر و جمع و جورتر باشه. کاربردهای موتور دو زمانه فراتر از وسایل نقلیه است. تو صنعت حمل و نقل این موتورها تو موتورسیکلت‌های مسابقه‌ای، قایق‌های تفریحی و جت اسکی‌ها استفاده میشن، جایی که شتاب بالا و حجم کم مهمه. تو صنایع دیگه هم موتور دو زمانه تو ابزارهای باغبانی مثل اره برقی، چمنزن‌ها و ژنراتورهای کوچک نقش کلیدی دارن. حتی تو صنایع دریایی مثل موتور قایق‌های کوچک، این موتورها به دلیل مقاومت در برابر آب و سادگی تعمیر خیلی محبوب هستن. طبق آمار بیش از 40% ابزارهای دستی برقی از موتور دو زمانه استفاده میکنن که نشون میده این موتور چقدر کاربردش متنوع. موتور دو زمانه با تاریخچه‌ای غنی یکی از قدیمی ترین طراحی‌های احتراق داخلیه. تاریخچه‌اش برمیگرده به سال 1878 وقتی مهندس اسکاتلندی دوگالد کلک اولین مدل عملی اون رو ثبت اختراع کرد. این اختراع جواب نیاز موتورهای ساده برای کشتی‌های بخار و ماشینالات صنعتی بود. تو دهه 1900 موتور دو زمانه توسط شرکت‌هایی مثل دیترویت دیزل برای کاربردهای سنگین صنعتی توسعه پیدا کرد. تو ایران ورود موتور دو زمانه به صنعت موتورسیکلت تو دهه 1340 شمسی بود و تو دهه 1370 سهم زیادی تو بازار دوچرخه‌های موتوری داشت. امروزه با پیشرفت‌های جدید موتور دو زمانه با تزریق مستقیم سوخت کارایی خیلی بالاتری داره. حالا بریم سراغ طرز کار موتور دو زمانه. این موتور بر پایه چرخه اتو کار میکنه، اما تو دو مرحله اصلی. مرحله اول فشرده سازی و احتراقه و مرحله دوم انبساط و تخلیه. ساده بگم، پیستون تو موتور دو زمانه نقش دوگانه داره. وقتی پیستون به سمت بالا میره، مخلوط هوا و سوخت فشرده میشه و جرقه‌اش هم احتراق رو شروع میکنه. نیروی گازهای داغ پیستون رو به پایین میفرسته و همزمان دریچه‌های ورودی باز میشن و مخلوط تازه وارد میشه، در حالی که گازهای سوخته از اگزوز خارج میشن. از دیدگاه علمی کار موتور دو زمانه بر اساس قوانین اول و دوم ترمودینامیکه. راندمان حرارتی این موتور میتونه تا 35% هم برسه، چون هر دور میلنگ یه انفجار تولید میکنه، برخلاف موتورهای 4 زمانه. معادلات کلیدی هم شامل فشار احتراق و کار خروجیه که نشون میده چقدر قدرت بالایی تو حجم کم داره. ولی خب همپوشانی ورودی و خروجی باعث میشه یه بخشی از سوخت هدر بره که این یکی از مشکلات اصلیه. تو موتورهای دو زمانه مدرن سیستم‌های تزریق الکترونیکی تونستن این هدر رفت رو تا 20% کم کنن. کاربرد موتور دو زمانه تو خودرو و موتورسیکلت
موتور دو زمانه تو صنعت خودرو هرچند کمتر از موتور 4 زمانه استفاده میشه، ولی تو خودروهای سبک و مسابقه‌ای کاربرد داره. مثلا تو خودروهای آفرود مثل ATV ها به خاطر وزن کم و شتاب بالا موتور دو زمانه ترجیح داده میشه. تو موتورسیکلت ها هم موتور دو زمانه بیشتر تو مدل های اسپورت دیده میشه، مثل موتورسیکلت های 125 cc که برای مسیرهای ناهموار عالی هستن. الان هم تو ایران موتور دو زمانه تو موتورسیکلت های شهری مثل مدل های کپی از هوندا CG 125 استفاده میشه، هرچند قوانین آلایندگی باعث شده سهمش کمتر بشه. مهمترین شرکت های تولید کننده موتور دو زمانه در سال 2025: یاماها رهبر بازار با مدل های وی و DTX که بیش از 30% سهم موتورسیکلت های دو زمانه رو داره. کاوازاکی با نوآوری کورلئو 2025 موتور دو زمانه سوپرشارژر معرفی کرده مخصوص مسابقه. روتاکس بمباردیه متخصص موتور دو زمانه برای هواپیماهای سبک و ATV ها با تمرکز روی کاهش آلایندگی. پولاریس تو وسایل نقلیه دریایی و برفی مثل قایق‌های جت اسکی. مرکوری غول صنعت دریایی موتور دو زمانه برای قایق‌های تفریحی تا 150 اسب بخار. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های سبز موتور دو زمانه رو برای بازارهای نوظهور مثل آسیای جنوب شرقی حفظ کردند. مزایای موتور دو زمانه: موتور دو زمانه با مزایای خاص هنوز تو صنایع خاص رقابتیه. 1. سادگی طراحی: این موتور سوپاب پیچیده نداره و فقط 40 تا 50 قطعه متحرک داره، پس تعمیرش راحت و هزینه تولیدش پایین تره. 2. قدرت بالا نسبت به وزن: هر دور میلنگ با یه انفجار قدرت 2 برابری نسبت به موتور 4 زمانه تو حجم مشابه تولید میکنه. مثلا یه موتور دو زمانه 50 cc میتونه 5 اسب بخار خروجی بده. 3. شتاب و پاسخدهی سریع: موتور دو زمانه تو دور پایین گشتاور بالاتری میده و برای کاربردهای تفریحی عالیه. 4. انعطاف پذیری سوخت: موتور دو زمانه با بنزین کیفیت پایین یا مخلوط روغن هم کار میکنه که تو مناطق دورافتاده مفیده. 5. حجم کم: برای جا دادن تو دستگاه دستی و فضاهای محدود مناسب هستن. معایب موتور دو زمانه: با وجود مزایا موتور دو زمانه یه سری معایب هم داره که باعث محدودیت استفاده شده. آلایندگی بالا: به خاطر همپوشانی مراحل 20 تا 30% سوخت خام و نسوخته از اگزوز خارج میشه که انتشار آلاینده ها رو تا 10 برابر موتور 4 زمانه بالا میبره. همین باعث شده تو خیلی کشورها استفاده از موتورسیکلت های دو زمانه ممنوع باشه. یه مشکل دیگه هم هست که مربوط به مصرف سوخت بالاتره. راندمان حجمی پایینه و نیاز به مخلوط روغن و بنزین هزینه عملیاتی رو بالا میبره. موتورهای درونسوز عمر کوتاه‌تری دارن چون سایش پیستون و سیلندر به خاطر روغنکاری ناکافی عمر موتور دو زمانه رو محدود میکنه، در حالی که موتور 4 زمانه دوام خیلی بیشتری داره. یه مشکل دیگه هم نویز و لرزشه. انفجارهای مکرر صدای زیادی تولید میکنه که تو شهر میتونه اذیت کننده باشه. در نهایت موتورهای دو زمانه نیاز به نگهداری مداوم دارن و تمیزکاری مرتب اگزوز و تنظیم نسبت سوخت وقتگیره. این مشکلات باعث میشن موتور دو زمانه برای کاربردهای سنگین مناسب نباشه. آینده موتور دو زمانه: آینده موتور دو زمانه الان یه ترکیب از چالش و فرصته. با فشار قوانین زیست محیطی موتور دو زمانه سنتی داره کم رنگ میشه، ولی نوآوری ها دارن اونو دوباره زنده میکنن. مثلا تو سالهای اخیر یه موتور دو زمانه دو سیلندر با تزریق مستقیم و سوپرشارژر تولید شده که کارایی 40% بهتر شده و آلایندگیش 50% کمتر شده. تو مدل های هیبریدی موتور دو زمانه نقش ژنراتور کمکی رو داره. شرکت های مثل مان موتور دو زمانه دوگانه سوز رو برای کشتی‌ها توسعه دادن. با این حال جایگزین‌های الکتریکی مثل باتری‌های لیتیومی تو ابزارهای دستی سهم موتور دو زمانه رو کاهش میدن. موتور دو زمانه با توجه به تاریخچه و کاربردش یه نماد تعادل بین سادگی و قدرته. این فیلم به شما نشون داد که چرخه دو مرحله‌ای موتور دو زمانه رو برای کاربردهای متنوع تو خودرو، موتورسیکلت و صنایع ایدئال میکنه. شرکت‌های مثل یاماها و کاوازاکی
با تولید مداوم این موتور آینده روشن‌تری براش ترسیم میکنن. باید گفت مزایایی مثل وزن کم و شتاب بالا حتی بر معایبی مثل آلایندگی غلبه میکنن. در نهایت باید بگیم موتور دو زمانه فقط یه فناوری قدیمی و با سابقه نیست، بلکه پلیه به سمت هیبریدی‌ها و سوخت‌های پاک. با بیش از 140 سال سابقه این موتور هنوز تو قلب صنایع سبک میتپه و با چالش‌های الکتریکی فرصت‌های جدیدی خلق میکنه. خب دوستان، حالا فهمیدیم موتور دو زمانه چقدر خاصه، سبک، پرقدرت و آماده برای چالش‌های آینده. این موتور با تاریخچه بیش از 140 ساله هنوز جای خودش رو تو صنایع پیدا کرده و به ما نشون میده که سادگی و قدرت میتونن کنار هم باشن. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید و نظرتون رو پایین برامون بنویسید.